امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. سخن کوتاه کرده گام میزنم. شکرانه اول شکرانه الله مهربان، دیم از شما مردم غریب با دستگیری شما ما امروز یک دو سه روز شد که یکی دوران با فدراسیون روسیه روی کردیم دوستان عزیز. یکی دورانی که اینهای فرخور بود نوارشون هر یکی شما تماشا کردگید. التماس هر یک شما احترامانه خواهش میکنم از برای الله ما ویدیو که دوران پرتفتگیم بگر از ساعت 20:00 خوی میشوه و دوستاتون با رفیقتون روی کنین لایک مونن دستگیری کنن. این بیگاه خوی میشه در فدراسیون روسیه متاسفانه برای رجیستراسیونش پول نرسیده دستگیری شما لازمه که اینا پریمیر دایر است ساعت 20:00 خوی میشه از برای الله کاری را که کردیم در نیم راه نمونیم. اکای دوران نفر اینه که از میان پایانش کار نمیکرد پشتش پوگزه چوک مایی بود. باز همین روز زنگ زدن با ما مراجعت کردن که یک نوار دیگه کنین از برای الله که ما رفتیم در مسکو ایستادگیم همش ایرپورت رفتن همش سیونکه کردگیم. فقط از شما احترامانه خواهش میکنم کسانی که پول پارتفتن نمیتونین دستگیری کردن نمیتونین میفهمم زندگی هر یک نفر شما قینه دوستان عزیز میفهمم. یا لایک موندن یا کامنتر با دوست روی کردن اگر 10 کس ایسوب تو لایک مونه 10 کس ایسوب تو کامنتر مونه بهترین چیز میشه و خدا قسم از برای یک ویدیو حرام باشه برای فسق فساد باشه میدارم تماشا میکنیم یک دیزاین ویدیو به معنی گری باشه میداریم تماشا میکنیم و در زیر کامنتر می نویسن تو فلان تو بهمدان. بیاین دوستان عزیز همه کس سرجم شیم یک لایک شما یک دستگیری شما 10 روبل 100 روبل 50 روبل شما زندگی یک اولای دیگه را خوگیزه شیرین رنگین میکنه دوستان عزیز. این ویدیو از پریمیر در موندگی گلام ویدیو مدرسه این میاد دوستان عزیز التماس خواهش میکنم بگن که رحیم میتال و چیزی میگن نمیگن حق دارین دوستان عزیز نه که سهم افتون دارن کار خیر داریم چون که ان شاء الله که خداوند در نامه اعمال هر یک ما و شما ثبت میکنه. ببین اگر در همین دنیا دوستان عزیز چقدر کاری گناه کرده باشیم در همین بین کارهای گناه کردگیمون باز یک کاری خیر دیگر هم بکنیم بهترین میشه. التماس دوستان عزیز همین روز برادر زنگ زد به نهایت خیلی خلاص گپ نیست تو یک کس از اون نه یک کس دیگر مجبور نمیکرده دوستان عزیز. به نهایت بسیار نادمای اندیوالی دادمای معیوب یکی اکه دارون ما بردیم فدراسیون روسیه روانش کردیم همش یگان کس ما را دستگیری کردگی نیست بغض از مردم غریب انم نفرانی که در یوتیوب هستن ما را فقط مردم غریب میفهمن و مردم غریب دستگیری میکنه. یکم الله مهربان دیم همه دوستان عزیز باز یک دستگیری دیگه کنین در همه کار شریک شیم. ما گفتم که بسیار زورش نمیرسه پول گذراندن مردم به نهایت سلامتیش وضع زندگیش قینای هست بیچاره غریب بچه که 5-10 سال اومدگی نیست در یک خونه خودش توقع کار میکنه 8-9 نفر دیگه دست یا نمور نگاه کرده نه که در یک جای کارخانه اگر بیستین فکر کنین هیچ نبودن 20 کس هستین 10 کس هستین همون 10 کس یا رفیق شما همش یوتیوب داره بدرین یا لایگونه یا کامنتر بنویسین ویدیوش دوستتون در روی کنین والله قسم این ثوابش در هر یک شما میرسه دوستان عزیز. ما 100% باوری دارم برای که هم یک سمی که ما میگذرونیم یک سمی یک از دیگه میگذرونه سببگور کی میشه سببگور شما میشین. این از چخلی که یک ویدیو را ما میکنم شما میبینین مثال دستگیری میکنین انا میم انا خیلی دوستان عزیز. سلام اکی برادر ای کی جای ای فرخور ها ایسان چی تلفن تلگرام بنو سرخ میگم بیا هی که پرولتا ماشی با ها خوش کن ای فرخور بوده که ها انشاءالله بله دوستان عزیز اگر هر یک ادای ما کنیم دوستان عزیز اینا نگاه کنید ما اونجا 35 کس گپ زده سیم همین قدر گپ اومدم یک کس در اومده 2 کس در اومده لایک مونده تمام دوستان عزیز. اینا دیدین دوستان عزیز چی با که این قدر آدم میدرین گپ میزنه مثلا یک چیز دیگر باشه همه میدرین دست مثال گپ میزنه که فلان بیمدان چی بینید انا میدرین دستگیری کنین دوستان عزیز چیزی را که خیر میکنیم چیزی که برنامه‌ای که برای فایده دستگیری نمیکنه یک ویدیویی که فسق فساد باشه هم میدرین تماشا میکنین پرسمتر خوب میگیره هم اقرات مون میکنین ان شاء الله ناز میشه. خیر چی گفتن دوستان عزیز باقی در پناه الله باشین کوز کامنترهای دیگر جواب میتیم اگر که دستگیری کنین به نهایت کار خوبه به خدا قسم که این چیز فراموش نمیشه در این چیزی هست که در یاد هممون میمونه دوستان عزیز. این همین ویدیو که همه کسا میدرویم یا لایکش میمونه دوستان عزیز. اینا
چند کس میدروین اینجا لایک میمونه ویدیو در پریمیر موندگی بدروین پروس اینجا لایک مونین السلام علیکم مو لایک موندیم نرایتیا نوی ای هزار احمد اکا جون السلام علیکم اکا خوخاره کی کینو گذروندین هوای دگنو خوش نکنین ما حوز یک چیز دیگه را با شما بگم دوستان عزیز بهترین فکر گپ زدین بهترین فکر گپ زدین ما با فکر شما روزیم راست میگیم برای که یک کس در گناه کش کردن این درست نیست این هم خوب نیست هر یک کدومون اپا و خواهر داریم یک شما برو فکر نمیکنه که بسیار نفرات به چی کارو دست دادیسن چی با میدونیم ویدیو همون رو تماشا میکنیم با اقرات میکنیم مثال خیلی فیلم ما فهمیم جای خطاکش اصلاح میکنیم که اما جوش ازمینیت کنیم نه که آدمو رو ببینید چه کارو کردیسن راستا یک چیزی هست که باید بفهمین ما آقا جایی که باید انشالله که 100% این چیز شما رو من حتما باید میگیرم دستگیری میکنم همه چیزا میکنیم دوستان عزیز فقط شما رو افتاده نشین دستگیری کنین همش میشه السلام علیکم السلام علیکم آقای خوخر کی نمیذارم سلام چی شده یکا هیچ نه سلام سوزی رحیم میبخشی ای کجا میشه ای فرخور امیدم میرزای و ای فرخور انشالله میکنیم که هزار رحمت دریا چیزی که شما میکنین برای مرا نه برای خطون میکنین دوستان عزیز یارده میکنین چیزی میکنین با خدا صبحش در خطون میروه مثال چی خلای باز زور ایده همین مقصد لوبای کار عجایبات میشه اکا یک کلوچ می براجان یوسف جان اینجا ما رکلام نکردیم اینجا برنامه خیریه برای یاردن گفتیم کلوچ چیکار میکنین آیا کلوچ گرفتن در بدر ویدیو را لایک مون دیگرو دارای که این صحبت این کلوچ رو میپرسی چیکار میکنی اکا سلام اکا لایک بخواب هزار رحمت جماعت زفر با پیش هزار رحمت اکا سیلکی به پارتو اکا همین کلالا اکا سیلکی به پارتو فاتح جان این سروشنی چی را نفهمید انشالله همو کارتش نشان میدادین ویدیو اپا جان ما ساعت 20:00 هوی میشود شما لایک مونین دستگیری کنین ساعت 20:00 هوی شید کارتش همش موندگی سلام علیکم و رحمت الله اکا رحیم با پیش هزار رحمت اکا رحیم سلام علیکم بیا یک بار روسیه خلی توجیکو بین دوشنبه دبی دوستان عزیز من روسیه نرفته حال توجیکو را میدونم دوستان عزیز من یگان تا مجبور نکردم که گوز من 10 بار اول افیر نبودی چی با گوش نکردین 10 بار برای چی گفتم که یک خلشست زندگیش کینای کسی که زورش میرسه کسی که بودجتش امو مقداری که اویلش باید تامین کنه زیاد ای برادر چی با شما خطا میفهمیم کیسه من نمیروه ای برادر همودا نکردنی نیست نکنین برای که تنه کردن در کار نیست یک کسا ما همه تا میفهمم به خدا قسم وقتی ما گم میزنم شرم میدارم که ای شما مردم غریب مثال کمک کنیم کجا بریم کی را بگیم دیگه نمیشود دوستان عزیز اون مردک مرا زنگ میزنه زوری با 5 میگیری زنک زنگ میزنه که کودک مرده شه بیا دستگیری کن کی را ما بگم دوستان عزیز خداوند در دنیا ما رو آورده که یک کس دستگیری کنیم یک کس سببگار شیم دوستان عزیز چشم رو بپوشیم کودک هم بمبره چشم رو بپوشیم این دیوالی تا روی کردیم در مسکو بران همونجا در نگاهش نکنن چشم رو بپوشیم زنک به وزن به خونه و به درک استگی فوشکی کنه بگرده دوستان عزیز با خدا قسم این در یگان جو تو نمیاد دوستان عزیز ما مثال وای فرخور میرم کلو میرم کجای باشه تو قدر امکان کوشش میکنم نوار با خدا قسم میکنم ما تا همین روز یگان کسی که نوار کردم یا اسما گرفتگی نیستم با خدا قسم یک تشه نمیگم یا اسما مربته از برای الله میگم اکا نکی پروس در ما نوار کنم شما دستگیری نکنید وای بفایده چی دا کنم زنک با مرده که مثلا در یوتیوب رکلام میکنم اصلا دستگیری نمیشه و پروس تک برای ایش این واپشه توغی نمیگیره پروس این واپشه توغی ما سرجم نشیم در کار نیست ای کرون ما اول باید سرجم شیم برای کاری خیر کردن پروس با خدا قسم برادرو وقت که میره زندگی او را ای پیش بینه قینای ما چیکار کنم یگان جای دیگه مراجعت کردن نمیتونم یگانه شخص یگانه نفرای نزدیک مردم غریب شما دیگه ما یگان بودجتی ندارم که مردم دستگیری کنیم یاردم کنیم با خدا قسم با خدا قسم پروستا کن گنده جال کایده با نام خدا قسم 91 کسیم همه کسا بدروین اینا باز یک بار دیگه ایشون میتم اینه برادر
اینا بدرین لایک مونین التماس بگاه نوار هوی میشوه اینا ویدیو پارتفتگی نخواه 93 کس 14 نفر لایک مونده باشه که 6 تاش کانال خدمت دوستان عزیز اینم کانال ما یک بار نظر بدرو ببرو لایک مون صاحبش میرسه برادر اینا نگاه که روتون سیاه مامی قگاب زدم دیکی تیگر لیو نایسته روتون سیاه این آخه خیلی احمق شد چی میگوی با خدا قسم آخه ای خداوند این روز در سر نمی تو ایشونتا نزدیکون تو ایشونتا والله قسم کو چورزونو زده ای مردم اگر تنگس رو نکنی در پدر من حالت بگو چی باید بخیلین اینقدر یه خیلی دیوسین دستگیری کردن نمیتونی ای کوری حرام دایی کوری حرام میکنی در نظر نمیتونه یک کوری خیر میگند میدرو یک گپ میره ای خدا بترسه ای بیمون و اگر همین چیز در سر تیشون تا والله قسم کو ای دشمنت میره زوره و طاوله میکنه که یا سنبته که ما اکمای دو درم و چما پامای توبت کنم ای خدا بترس پیش ای بنام خدا قسم یک مایو با یک گپ میگه این طریق گریبون تو نبخواه توبه کنین خدا را شکر بگین که ما را شما را یا نزدیکان ما را هم خیلی نکرده این مایوبو را خداوند با اون خاطر کرده که ما ببینیم درس عبرت چه میگه ای ابله بناموس ترا ما میتونستم من خیلی کنم نه که چشم تنه پوشی را دستگیری که هیچ وقت ایتری گپ نزا هیچ وقت را گپ نزا که دنیا چرخ فلک کردن فلک نگرده در روی تو بیا بو تیگر ورتا سیاه حقی غریبو را میخری یکمش تو به عقل نه غریبی نه تو یگون کس دستی خیر درست کردگی نه تو فرزنده اسلامی با ایمانی اگر تو این خیل میبودی هیچ وقتی گپ نمیگفتی بعد یک چیز دیگه که یک چیزی که خیر میکنه کسی میخره نمیخره خداوند در نامه اعمال شما ثواب قید میکنه ایرا تو نبرو ایرا تو نبرورین ایرا هیچ وقت تو نبرورین با خدا قسم پروس خیلی وقت میستم بالی میگن که اینا نگاه کنین دوستان عزیز این همین نوارای این همین نوارای هاش ما کامنتاری شما را بخونم انشالله این برادر ای فرخی سلام علیکم چی خیلی سوزی سلام میشه رحمت داشون انشالله رحیم آخر لا مرة بزن رحمت کی خرخوندی نویستگیمه دختر شو کردگیه که همین جو اگر این با پیش همشهر خولمون در روسیه ای کی دوران در خوبیم خولمون در روسیه ای کی دوران در خوبیم اکا یک اویلا یگون گب نشدست تو چی میگوی من کارتره مونین آخی برادر عزیز کسی یا دستشمی کمک کنه بله لوبوی کس اردو دارد در وطن باشه زندگیش زور باشه بله باید ما توجیکو یک دیگر مونه باید دستگیری کنیم هزار رحمت فتوچه چرا ای مون کارتره تمام می اونیم برادر جان برادر هیچ کرگوش نکنیم فقط به پیش تشکر منوچهر محمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم و سلام خیلی اکم منوچهر هم برنامه کرده اگر برای کانال را ابونه شین کانال هم هست هم ویدیو خیلی اگر کار کردن تونیم هم یک دعا کنیم برای برادرها بس فاطمه جان بهترین گپ میگی روی خودت 32 شایجه میگی روی خودت رحیم مرور اهمیت هزار رحمت چی گوشیم من کارتره رحیم جون بخیر خیلی با گپی حق گفتی یکی رحیم ما یک غریب بچه هزار آمده که وای مرغان ای اکران گپ میزنن رحیم هزار آمد اهمیت سلام علیکم برادر و علیکم و من نکن برادر هیچ کار گوش نکن تیگر خنر نداری بسیار نلق هزار آمد دوستان عزیز باقی در پناه الله باشین از شما احترامانه خواهش میکنم همون را دستگیری کنیم بخدا قسم کار خوب میشوه رس و ساعت 8:00 هوی میشوه همه کسا میداریم دوستمون در رفیقمون در روی میکنیم که باید یک رزولتات خوب شوه او را بگم دوستان عزیز که پیش یاردم کردگی شما 35,000 یگان گاهی پس بلند تاشیم مزور برادر رو بخشش